با عرض سلام، خوش اومدید به کانال دستینی ایکس ری. دوستان، اگر بخوام که سریع برم سر اصل مطلب، چند روز پیش یه ویدیویی گذاشتم اینجا واسه یه ساخت وی پی رایگان فقط با گوشیتون. پیشنهاد میکنم اونایی که ندیدن حتما اینو ببینن، چون خیلی کمک میکنه و هنوزم داره کار میکنه با بهترین سرعت و کاملا هم که رایگان گفته بودم. حالا امروز میخوام یه روش دیگه هم بهتون معرفی کنم که با استفاده از اپ هیدیفای. شما کاری که باید انجام بدید فقط کافیه بیاین توی گوگل سرچ کنید به همین فارسی انگلیسی، حالا فرقی نداره. هیدیفای نکست رو توی گوگل سرچ کنید. حالا واسه اندروید، واسه ویندوز، واسه ارزم به حضورتون آی او اس هم حتی کار میکنه و مشکلی نه. خب پیوریفای اینکس رو که سرچ کردین، اولین سایتی که واسهتون میاره گیت هابشونه. اونو باز کنید و از اینجا، این که حالا آخرین ریلیز یه پری ریلیزه، یعنی من اینو کار ندارم، میایین و حتی میتونین همینو دانلود کنید، مشکلی نداره، ایرادی نداره. ولی چیزی که دوستان گزارش دادن شاید باگ و اینا داشته باشه. شما نسخه لیتستش اینجا که استیبل هم هست 2.05 میتونید بیاین پایین و از اینجا میبینید. حالا ورژن هایی که داره واسه آی او اس، که آی او اس رو پیشنهاد نمیدم اینجوری، حالا توسعه دهنده های خود هیدیفای قول دادن که به زودی نسخه آی او اسش توی اپ استور منتشر بشه. واسه اندروید دارید، اندروید رو همین اولی میتونید یونیورسال رو بزنید، فایل ای پی کی شروع میکنه به دانلود و نصب میکنید، کاری نداره. واسه ویندوز هم همین جور. و حالا چون من نسخه مک دارم، اینو از قبل دانلود کردم، نسخه دی ام جی شو نصب کردم. بعد از اینکه دانلود و نصبش رو انجام دادید، یه همچین آیکونی داره. حالا من اینجا هیدیفایو دارم، اینه. ببینید البته اینجا اگه بخوام آیکونش رو بهتون نشون بدم، یه همچین آیکونی داره. خب واردش میشین و حالا چون من از قبلا یه کانفیگ رو وارد کردم، اینجا واسه اینو آورده، ولی واسه شما یه صفحه خالیه. حالا ما چیکار کنیم که یه اکانت وارپ رایگان توش بسازیم و بتونیم بهش متصل بشیم؟ کافیه فقط این به اضافه، حالا یا وسط صفحه اگه چیزی ندارین واسهتون میاره، یا اگر کانفیگی وارد کرده باشین میاره این بالا نوشته افزودن پروفایل جدید. اینو که بزنید، این پایین یه گزینه داره نوشته افزودن وارپ. واسه اندروید و آی او اس و ویندوز و همه اینا هم به همین صورتی که دارم توضیح میدم، هیچ تفاوتی توی نسخه هاش نداره که حالا بگم مک فرق داره با ویندوز و این داستان. اینجا افزودن وارپ رو که بزنید، نوشته صبر کنید تا وارپ ثبت شود. یه چند لحظه باید صبر کنید. همونطور که میبینید نوشته پروفایل وارپ با موفقیت ذخیره شد. همونطور هم که میبینید اینجا واسهتون خودش خودکار میاره. تنها کاری که شما الان باید انجام بدید به همین سادگی، فقط اتصال رو بزنید که متصل بشید. الان همونطور که میبینید در ابتدا پینگ بالایی میده، یه دفعه دیگه که روش بزنم پینگش استیبل میشه. الانم اگر بخوام واسهتون یه تستی بگیرم، من میام مثلا تو یوتیوب و یه ویدئویی رو همینجوری باز میکنم. میبینید واقعا سرعت خوبی داره. حالا بذارید من میذارمشم حتی رو 1080. میبینید حتی من با اینترنت وای فای هم هستم و اینترنت وای فای خوبی هم ندارم، ولی داره به سرعت ویدیوهای یوتیوب رو واسه من باز میکنه. خیلی روش ساده و راحتیه که دوستان هیدیفای واسمون درست کردن که میتونیم یه فیلتر شکن با این سرعت، یه کانفیگ با این سرعت به این خوبی بدون هیچ هزینه ای داشته باشیم. امیدوارم که دوستان از این روش استفاده کنید و لذت ببرید. حالا اگر هم سوالی، مشکلی، اروری، چیزی برخورد کردین، توی کامنت ها میتونید ازم بپرسید و اونجا راهنماییتون میکنم. ممنونم که تماشا کردید دوستان. لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی.